شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان قرار قبول کرد در مورد اینکه اجازه دادن مولود پیامبر تجلیل گردد اما بدون دادن ضیافت. این فتوای شما به کدام خاطر بوده؟ به نام خداوند بی‌نهایت بخشنده و بی‌نهایت مهربان. البته این قراری ریاست شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان بود در اساس قانونی تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها در جمهوری تاجیکستان. عادتا موافق مذهب امام ابو حنیفه هم در مسجد ها خوردن طعام کراهیت دارد، مکروه است، چرا که جای عبادت باید بو و نشانه های خوردن طعام یا که باید که در عبادتگاه، در محراب، در مسجد باید این گونه چیزها باید که نباشد. از این نقطه نظر ما تاکید کردیم که به دادن طعام البته در مسجدهای جمهوری روز جمعه هفته جاری مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم گذرانده می شود. سال گذشته مقامات تاجیکستان زیاد تلاش داشتند تا جلوی اون افرادی رو که میخواستند به سوریه و عراق به صف گروهایی که تروریستیشان میخوانند به پیوندند، تلاش ها زیاد بود در جامعه تاجیکستان. خب در همین زمینه به خاطر جلوگیری از افراطگرایی و تروریسم و پیوستن جوانان به این گونه گروه ها نقش شورای علما و نقش خود شما چی بود؟ بنده بارها به واسطه وسایل اخبار عامه و روزنامه و مجله ها همزمان با سایت مخصوصی مرکز اسلامی و در صحبت ها در واخری ها با جوانان و فعالان، امام خطیب ها و اهل جماعتچگی ما بارها در منطقه ها صحبت ها داشتیم و بارها با جوان ها خصوصا در بعضی مکتب ها هم ما صحبت ها داشتیم در صنف های بالایی 9 و 10 و 11 صحبت ها داشتیم و تأکید هم کردیم که اونایی که رفتند و به این گروه های تندگرا و تروریست و دیگر پیوست شدند اصلا اونها از دین آگاه نیستند، از واقعیت دین آگاه نیستند، چرا که حتی اگر که جهاد هم که نامیده باشند خطا کردند، چرا که جهاد معنی جهاد این نیست که انسان برود یک انسانی آسایشته‌ای که به هیچ کسی زیان و ضرر رسانیدنی نیست، یا اینکه برود چند هزار کیلومتر راه برود و یک مسلمان به قتل برساند که این بسا عذاب و شکنجه و غضب خداوند عزوجل بالای این گونه انسان ها خیلی زیاد است. با واسطه این موعظه ها هم یعنی البته مردم آگاه شدند. من فکر میکنم که سال جاری یعنی تعدادی پیوست نشدگی ها یعنی تا حدی هم باشد یعنی کمتر شده است. به نظر کارشناسان که بیشتر بازداشت‌ها زیاد شدند و مقامات از زور استفاده کردن، این گروه ها به فعالیت پنهانکاری گذاشتند. تجربه و زندگی و تاریخ شاهد است که ما در گذشته هم شده است میخونیم و میشنویم و دیده ایستاده ایم که هیچ حکومت پایدار و استوار به سیاست و به تشویق و ترغیب بوده نمیتواند. حتمی از یک طرف تشویقات و ترغیبات حتمی باید باشد، فهماندهی باشد. خب انسان هایی که درک دارند، عقل دارند، عقل استفاده میکنند، درک استفاده میکنند و گفته ها رو میفهمند، فهمیدن میخواهند و میفهمند. خب برای این گونه مردم فهماندهی، تشویق و ترغیب، اشکارگویی و راهنمایی حتمی هست که این گونه مردم با فهمیدن میفهمند، با فهماندن میفهمند. اما در جامعه چطوری که میگن 5 یک خیل نیست، هر گونه انسان ها وجود دارند، انسان هایی که مغریزم هستند، انسان هایی که رنجیده هستند از جهتی معینی، انسان هایی هستند که خب دیگر ذهن و روح و روانشون فرق میکند. خب اونها میخواهند که با کدام راهی نباشد یک قهرمان شوند، یعنی خب با راه حرام، خب با راه زوری، خب با راهی نمیدونم که کدامی که باشد کاری رو انجام بدهد، یا اینکه فریفته وعده های بر دروغی مبلغ. بسیاری از جوانان کشور رو فریفته و به دام هلاکت و بدبختی کشیده است. یعنی این راه ها هست. متاسفانه ما با چشم سر دیدیم اگر این استفاده قوا و این ترغیب و تشویق نمی بود، می دیدیم که مسجد ها من چقدر ناآرام هست.
موسفیدا و سالخورده ها چقدر اذیت کشیدند. خب دیگر حتمی است که باید به خاطری که زندگی آرام پیش برود، دینداری آرام پیش برود، عبادت با حضور دل باشد، باید حتمی از همه جهت، همچنانی که مکمل کننده حکومت و دولت یعنی این تمامی قشرهای جامعه هست، حتمی به خاطر آرامی این دولت این ملت باید تمام این قشرها در حرکت و در سعی و تلاش باشند.